بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، از اینکه درباره حفظ قرآن علل خصوص برای کودکان خواهران زیاد سوال کردند و بعضی ها شکایت از آن دارند که برای حفظ قرآن فرزند ما در کودکی خیلی ظلم دید. بعضی ها برعکس چیکار کنیم که به هر راه فرزند خود را حفظ قرآن کنیم. بعضی ها میگن تا چه اندازه اسلوب سنتی در تاجیکستان که کودکی 6 ساله 7 ساله بعضی ها 5 ساله رو هم میبرند و حجره ها میدهند برای حفظ قرآن. این کارها درست است؟ خواستم امروز یک صحبت مفصل داشته باشم همراه شما درباره حفظ قرآن برای کودکان و این چنین چیکار کنم تا فرزندم حافظ قرآن گردد. پیش از همه درباره فضیلت حافظ قرآن بودن تقریبا همه میدانیم که حافظ قرآن برکتش به خودش نه حتی به پدر و مادرش هم گذرنده هست که به پدر و مادری حافظ قرآن تاج پوشانیده می شود که فقط یک سنگ آن از کل دنیا قیمت بهاتر است و دیگر باعث رشک و باعث به معنای رشک نه و هوس خوردن و غبطه خوردن دیگران می شود. و این چونین حتی درباره اینکه حافظ قرآن با عمل، شرطش این است که عمل کننده باشد، او از احبای الله، از اهل الله هست، از اولیای الله هست. حدیث در ابن ماجه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان لله اهلین، پروردگار اهل خاص خود را دارد، یعنی اولیای خود را دارد که آنها در نزد پروردگار منزلتی خاص را دارند. وقتی صحابه میپرسند که کی هستند آنها یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هم اهل القرآن هم اهل الله و خاصته. اهل قرآن آنهایی که با قرآن زندگیشان با قرآن است، آنها اهل الله و شخصان مخصوص الله هستند، شخصان نزدیک به الله هستند که منزلت آنها اصلا مثل منزلت دیگران نیست. اما اینجا نکته مهم این است که اون اهل الله، آنهایی که به الله نزدیک هستند، حافظان قرآن با عمل هستند. برای اینکه در حدیث های دیگر آمده است که من حفظ القرآن و عمل به، کسی قرآن را حفظ کرد و به آن عمل کرد. فقط قاری ازیاد کردی، نمیدانی حلال چی است حرام چی است، قرآن را حفظ کرده و برعکس قرآن زندگی میکنی، آن چیزی که الله نهی میکند در قرآن به آن دست میزنی یا آن چیزی که امر میکند از آن دست میکشی، این همان کمثل الحمار یحمل اسفارا میشود، مثل خری که بالایش چند کتاب هست و برعکس روز قیامت قرآن بر ضد او شهادت میدهد. برای همین هر حدیثی که درباره حافظان قرآن آمده است نباید فراموش کنیم که آن درباره حافظان قرآن با عمل است. و اینجا عزیزان درباره حفظ کردن هر چیز را ازیاد کردن، حتی شعر باشد، حتی یک حکایه باشد، به ذهن آدم خیلی فایده دارد و دربارش خیلی طبیبان هم صحبت کردن که می توانید از یوتیوب هم پیدا کنید که یکی از راه‌های پیشگیری فراموش خاطر نشدن در پیرانسالی این بردوام پایبند حفظ کردن و ازیاد کردن چیزی هست. وقتی ذهن انسان همیشه چیز را حفظ میکند و تکرار میکند، اون ذهن همیشه تجدید میشود یا عملش نو شدن میگیرد و تقریبا فراموش خاطر تا تمام عمر نمیشود. یعنی برای اینکه فراموش خاطر ما رو فرا نگیرد، بهترینش دست زدن به حفظ کردن قرآن و دیگر حتی شعر باشد هم چیزی رو حفظ کردن است که البته شعرهای فایده دار هم کم نیستند، اما بالاترینش البته کلام الله، کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم، سخنانی پر از گوهربار علما هست. اینجا درباره حفظ قرآن کودکا که من همچون مادر میخواهم فرزندانم حافظ قرآن باشند، دیگر مادران مسلمه هم این را میخواهند، پدران هم میخواهند، همین سوال زیاد میشود داره چیکار کنیم که فرزندی ما حافظ قرآن شود. درباره حفظ قرآن کودکان عزیزان، تا جایی که خیلی زیاد با مردم بنده کار دارم، از تجربه هم میتوانیم خواهر و برادران مسلمان را یا
آنهایی که پایبندی دینشون هستن، آنهایی که بر رقص و بازی و دیگر خوردن و نوشیدن و تماما به دین رابطه ندارن، درباره آنها نه. آنهایی که پایبند دینشون هستن، میخوان فرزند صالح داشته باشن، خودشون هم کوشش میکنن انسانهای صالح باشن، به دو تقسیم میشون. یک گروه که در مسئله حفظ قرآن کودک، اگرچه خودشان اهل دین هستن، اهل نماز هستن، عموما بی‌پروا هستن، عموما اهمیت نمیدهند که کودک آنها حتی که برای نماز کدام سوره ها رو چگونه میخواند، به این هم اهمیت نمیدن. یکی سوره فاتحه رو از یاد کرد نکرد، نه کلان شد عقلش درآید حفظ میکند. وقتی به آنها گفته میشود که حفظ قرآن برای کودک چیزی عادی نیست، این یکی از چیزهای مهم است، فرض نباشد هم مهم است، هم برای صیقل یافتن ذهنش، هم انشاءالله برای آن که برکت برای خانوادهش هست و عمل کننده باشد، دیگر او یک فرزند مبارک است. گفته می شود میگن فلان فلان قاری را ببین، فلان فلان حافظ را ببین، یعنی حافظ قرآن را در نظر دارم، ما مثل او شدن نمیخوایم. یعنی گویا که فرزند اینها هم حافظ قرآن شد، مثل یگان حافظ قرآنی که الگوی بد است مثل او بشن. یعنی عموما بی‌پروا هستند و میگن به دلش اگر خدا اندازد خودش حافظ می شود، من او را مجبور نمیکنم و مجبور کردن در یگان جا نیست و عموما بی‌پروا هستند. و خودم بنده شاهد هستم که کودک 7 ساله 8 ساله که باید نماز یاد گیرد، حتی بسم الله الرحمن الرحیم را درست تلفظ کرده نمیتواند، در حالی که پدر و مادر اهل دین هستند. این گونه یعنی عموما بی‌پروا پدر و مادران هم هستند که گویا که به فرزند انصاف دهد الله، اینها حافظ میشوند میگویند و از مسئولیت کلا میگریزند. این گونه هستند. باز یک گروه دیگر هستند که در این مسئله گویا که حافظ قرآن بودن از همه چیز بالا هست. کودک نماز نخواند، نه، کودک بگذار دروغ بگوید، یا حتی کودک بگذار زیر شلاق سیاه و کبود شود، بیمار شود، حیات کودکیش را از دست دهد، اما حافظ شود. گویان از مکتب هم محروم می سازند کودک را، از آغوش مادر هم محروم می سازند، از جامعه هم محروم می سازند، از همه چیز عقب می مانند کودک را. و 1 سال نه، بعضی ها تا 6 7 8 9 سال هم کودکشان را میبرند نزد یگان حافظ قرآن به گفت خودشان سختگیره که باید سختگیری کند، میمونند که بعد از 6 7 سال آره حافظ به خانه می آید، اما حافظ با خاراکترهای وحشیانه، یا حافظی که دیگر نمیدونه این کودک به جز حفظ قرآن چی دارد، چی چیز دارد از اخلاق و از آدمگری و از معامله، چی چیزی دیگر میتواند بکند و نه. یعنی از حد سختگیر هم هستند. و من میخوام بین همین دو گروه که یکی تماما بی‌پروا و یکی از حد سختگیر، یک گروه معتدل رو برایتون پیشکش کنم که در این باره شاگردان چند بپرسیده بودن. عزیزان، مدتی که بنده در مصر بودم، یا اسلوبی که حتی در خانه هم با 4 فرزندم 3 تای کلانش خوردهش که هنوز کودک است، الحمدلله همراه شوهرم استفاده میبریم، این است که بین یک از حد سختگیری و از حد بی‌پرواگی یک گروه دیگری باید باشد، یک طایفه باشند که در مصر اساساً در استادها همین را دیده بودیم، چه شیخ مصطفی عدوی باشد که فرزندان خیلی زیاد دارن، یا مثلا شیخ‌های دیگر یا استادهای دیگری که من شخصا به خانه‌شان میرفتم و حفظ قرآن را در آنجا کرده بودم، یا برای قرائت میرفتم یا درس‌های دیگر، میدیدم که فرزندهای آنها هم حافظ قرآن هستند، یعنی اکثریتشان از 12-13 ساله بالا فرزندها، اما مکتب میانه هم میخوانند، زبان انگلیسی هم میخوانند، متماتیک هم میخوانند. دیگر استادهایی که علوم شرعی و علم‌های دنیوی دهد با آنها هم رفت و آمد دارند. به یگان ورزش هم پسرچه ها علل خصوص می رود. یعنی آنها برای حافظ قرآن شدن از همه چیز مونده نبودن. خیلی که گفتم یک گروهی که در ما هستند به حجره ها میدن که همون حجره هایی که در ما هست برای کودکان 6 ساله 7 ساله 8 ساله 9 ساله تقریبا دیده نمی شود در مصر. تقریبا شخصا که 10 سال در آنجا بودم دیده نمی شود. یا در دیگر دولت های عرب هم از جایی که من میدانم میبرند کودک را به نزد استاد، البته مادر در خانه کمکش میکند، مادر کمک میکند،
کودک حفظ میکند، نزد استاد میرود، 1 ساعت 2 ساعت هم تکرار هم حفظش رو میسپارد، برمیگردد. اون هم بعد از مکتب یا کمی بر وقت پیش از مکتب، اگر مکتب نصف روزی باشد، یا حتی شبانه بعد از نماز شام. حتی مادرهایی هستند که همه کاری خود رو مانده کودک رو نزد استاد میبرند، یا در آنجا که مثل آخر کمونیستای ما نیست، مسجد ها همه باز است و در مسجد ها استاد ها هستند، و مسجد ها میبرند که استاد ها در مسجد هم زیاد درس میدن. یعنی عموما تا جایی که من شناختم و دیدم، اسلوب حفظ قرآن این بود که از همون لحظه که کودک الکی، یعنی هر پدر و مادر میدونند که کودکش کی آماده است برای حفظ کردن. از بعضی 3 ساله 4 ساله، بعضی نه تا 7 سالگی نمیتوانند، یعنی به نطق و به برداشت کودک نگاه کرده مادرها از پی حفظ قرآن کودک میشوند. یعنی یک کودک هم مکتب میانه میخواند، هم هر روز یک مقدار کمی قرآن حفظ میکند با تکرارش، هم باز یگان ورزش میرود. یعنی عموما وقتش با علم است، با مردم هم معامله کرده میتواند. برابر این یعنی تمامی تقریبا طبیبان یا اینکه تمامی معلم های چی جغرافیا باشد و چی دیگر باشد، اونهایی که اهل دین هستند حافظ قرآن بودن. من مثلا در خونه که من زندگی میکردم و همسایه من خودش دکتر بود، هم خودش هم 3 فرزندش که اونها حافظ قرآن بودن، لیکن یکی معلمه جغرافیا، یکی یعنی دختر و پسرش مهندس بود، لیکن حافظ قرآن بودن و میگفتن ما آره برابر مکتب حفظ قرآن هم کردگی هستیم. از این چیز هم راضی بودن، هیچ اصلا نفرت نسبت قرآن نداشتن. سبحان الله. در ما یعنی یک طایفه، چه خیلی گفتم، از همه چیز کودک خود را محروم ساختن. حتی بعضی خواهرایی که من شخصا میشناسمشون و من خیلی انسان‌های روشن فکر میکنم، یا خواهران جهان گشته، میگن نه کودک من بگذار قرآن حفظ کنه، دیگر هیچی نخواند، بعداً میخواند. اما عزیزان ذهن کودک خیلی فرق میکند. آره بعضی کودک در 2 سال حافظ قرآن میشود، بعضی کودک در 10 سال هم قرآن رو به کلش جمع کرده نمیتواند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل قرآن، آنهایی که قرآن زیادتر میدونستند، همیشه جایگاهی بالاتر یا مقامی بالاتر میدادن. مثلا مصعب ابن عمیر اگرچه خیلی جوان بودن، از اینکه قرآن زیادتر میدونستن، اولین سفیر پیامبر هستن که پیامبر به مدینه فرستاده بودن با آن سن سال جوانی که بره با آنها قرآن آموزان، هم احکام قرآن هم شریعت رو میدونستن. اما در 1 سال فرزندم حافظ قرآن می شود گویان بمانیم و 10 سال عمرش در اونجا رود. چه مثلا 7 ساله رو ماندیم 17 ساله شد، یا که گفتیم 15 14 ساله شد، همسین سالانی او مکتب می روند. اگرچه آره من میدانم که در مکتب ها، علل خصوص مکتب های پساشوروی که ما از این پساشوروی مکتب ها نمیدونم کی خلاص می شویم، که خودم شخصا بودم و در قزاقستان هم از مکتب هایش با خبر بودم، مدت درس هم داده بودم و استادان معلمه هایی که زبان عربی و دیگر زبان ها میدونستم با آنها زیاد رفت و آمد داشتم. یعنی در این مکتب های پساشوروی تقریبا طلبه های قدر علم زیاد نمیگیرن، لیکن کودک معامله با دیگران رو یاد میگیرد، از همسین سالانش مثلا عقب نمیماند، یک کم باشدم چیزی یعنی با جامعه پیش میرود. اینکه نه حافظ قرآن میشود دیگر به من هیچ چیز لازم نیست. گویان 10 سال 8 سال 9 سال عمر کودک رو گرفتن، یعنی این فقط در تاجیک های ما میشود. برای همین چه خیلی گفتم آره میتواند هم مکتب خواند هم قرآن حفظ کند، فقط برای این مادر هم یکم باید کوشش کند. و این یک تنبلی پدر و مادران از علل خصوص پدر اگر به کاری بیرون مشغول باشد، مادر است که نه من تماما از پی نه درس خانه هستم، نه قرآن رو میدونم، نه تجوید رو میدونم، ببرید کودک من رو به کدام گوشه دنیا در اونجا 10 سال 5 سال 7 سال 2 سال 3 سال بیستد قرآن حفظ کند و بیاید. اما چگونه چه خیلی گفتم نه همان گونه که علمای پیشتره و حافظان پیشتره بودن، ما این گونه حافظان در تاجیکستان نداریم که در یعنی کودکانی در حجره حافظ شده رو یکی ببینید بعضیشون چه خیلی گفتم حتی شرط های طهارت رو نمیداند، حتی چگونه نماز خوندن رو نمیداند، فقط نشست قرآن حفظ کرد و استاد بیچاره رو هم عیب دار کرده نمیشود که وای با 20 30 40 چگونه به همه آنها به تربیهشون میرسد. یعنی تربیه اساسی رو مادران عزیز کودک شما از حفظ قرآنی از شما میگیرد،
از شما میگیرد که تو باید هم برای قرآنش، هم برای تربیهش، هم برای خوردنش، هم برای بدنش، جسمش سالم بزرگ شدن، هم برای عقب نموندن از جامعه و از همسین سالانش حرکت کنی. نه اینکه بگوی نه هر ماه پول میدی هم میبرم میمونم به حجره، مهم حافظ شود. آره مهم حافظ شد، بعد از آن چی؟ بعد از آن نباید بعد شکایت کنی که پسر من حافظ است و این گونه خاراکترها دارد، یا اینکه گویا که دامان استاد را بگیری. آخر چه خیلی گفتم و استاد با همه این طلبه ها کار کردن خیلی مشکل است. یعنی همین گونه حجره هایی که در ما هست چه خیلی گفتم، به نظر شخصی من البته اگرچه میدونم به این زیادی ها هستند، بدونید که فقط یک طرفه این گونه کودک را بردن اصلا به فایدهش نه، چی دخترچه چی پسرچه باشد، چی دخترچه چی پسرچه. مگر 16 17 ساله شد و آدمی کلان است و از عهده تربیه خودش میبراید و چیزی دیگر. اما کودک مایده که وای به تربیه مادر نیاز دارد، و به این را کن آن را نکن، این را بگیر آن را نگیری، مادر نیاز دارد. نمیتوانیم خود را کاملا از مسئولیت آزاد کنیم و زیادی ها میگن در این خیلی ثواب زیاد است. در کجا گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه کرده باشد؟ حضرت انس در خدمت پیامبر بودند، اما در نزد مادر خودشان رفته خواب میکردن در خانه خودشان، فقط ساعت ها آمده هم از پیامبر تعلیم میگرفتن، هم به پیامبر کمک میکردن که اساسا تقریبا کل علما طریقشان همین گونه است. در میتوانه درباره امام بخاری، درباره امام احمد حنبل، درباره ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردانشون بخواند که اینها به نزد استاد چند ساعت می آمدن، اما تربیه اساسی را از پدر و مادر می گرفتن. یعنی این گونه بود طرز حفظشان. بگذار در یک سال 2 پاره قرآن حفظ کند، 20 ورق، سال دیگر او ذهنش گشوده می شود و 3 پاره حفظ می کند. چه خیلی گفتم مثلا خواهر و برادرانی هستند که آنها محبت قرآن اینقدر در قلبشان است که حافظ نباشند، هم یک روز قرآن نخوانند آنها دیگر خودشان را گم میکنند. مثل اینکه خوراک نخورده دیگر شما بدنتون قوت ندارد، من امروز کتابم را نقپیدم گویان خودشان را دیگر از دست میدهند. در راه می، در پیش از خواب می، در اتوبوس می، هر کجا باشن یک بار قرآنشون را میقپند، برای اون که با محبت به اون دست دادن. یا چه خیلی گفتم من کودکان رو میشناسم، یعنی دختره که 11 12 ساله در مصر میدیدم که از مکتب در دستش قرآن می اومد که امروز من تکرارم رو باید بکنم، بعد از مکتب من فقط 2 ساعت وقت دارم دیگر تکرار امروزه هم هست. یعنی همین گونه محبت در دل آنها جا می شود اگر ما اسلوب خوب داشته باشیم، نه اینکه نه با ضرب و با بزوری و با دوری از مادر و با محرومیت رو حافظ میکنید، بعد از او دیگر او دست به قرآن نمیزند. یعنی کم نیستن به الله قسم خواهران مادرانه که به من گفتن کودک من بعد از حافظی اصلا به دست قرآن نمیگیرد، میگوید من دلم به حضور میشود، یا میگوید من اینقدر به خاطر این کتاب شرطه خوردم و لطمه خوردم که دیگر نمیتوانم حفظ کنم. بعضیا برقصد فراموش کرده ها هم هستند، پدرم مجبورم کرد، من هم فراموش کردم، دیگر من کلان شدم، کسی مرا زوری کرده نمیتواند. آره هستن، بعضی هستن که در زندگیشون هست، اما با مجبوریت و با نفرت این کار خوب نیست و فرض هم نیست و از روی آداب یک پدر و مادر هم نیست که کودکت را این گونه کنی و به جای ثواب برعکس انسان گناهکار می شود وقتی کودکت را طور مجبور میکنی که وای نفرت به کتاب الله دارد، یعنی با زدن و با مجبور کردن و دیگر. اما چه خیلی گفتم گروهی که عموما پروا ندارن، کودک کلان شد حفظ میکند، یا اینکه الله انصافش داد حفظ میکند. عزیزان خودش خواهد حفظ میکند. کودک اصلا یگان کودک خودش نمیخواهد. کودک عقل اگر می داشت برای چی به او فایده دارد و چی به وی ضرر دارد، اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر و مادر را شما مسئولیت دارید نمی گفتن. یا در 10 سالگی کودک نماز نخواند حتی شما می توانید با تنبیه ضربه زنید، اون هم سیاه و کبود نه، یعنی تنبیه کنید، اون را طرزی بزنید که وی بداند که شما در این مسئله جدی هستید، نمی گفتن. برای همین اصلا گمان نکنید که کودک شما خود از خود قرآن میگیرد حفظ میکند و او همین گونه یک الهام می شود. نه، کودک چی فایده دارد چی ضرر دارد نمیداند. همین در همین وقت کودک هایی که هستند سبحان الله با این اینترنت و بازی های تلفنی 24 ساعت هم به حالشان ماند، آنها بازی میکنند، از این بازی به آن بازی، از این سایت به آن سایت، از این رولک به آن رولک میروند، یعنی نوار تماشا میکنند، کار دیگر. اصلا کودک خودش شنده باشد میشود که از مسئولیت گرفته نمیشود.
یعنی یک مقدار قرآن را حفظ کردن که در نمازت تو خشوع داشته باشی، در نماز بخونی، فرض است برای تمام مسلمان. سوره فاتحه را در نماز نخواندید، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب است، در دیگر مذاهب نمازت باطل است. سوره فاتحه رو درست تلفظش رو چه خیلی گفتم بعضی کودکان نمیدونند و پدر و مادری که میگن ما اهل دینیم الحمدلله تا میتوانیم به دین نگاه کرده زندگی میکنیم، پروا ندارن که کودکشان سوره فاتحه رو خوانده و درست تلفظ کرده نمیتوانند. یعنی این گونه بی‌پرواگی هم هست که به این پدر و مادر مسئولیت دارند، جوابگو هستند. پدر و مادری که میگوین نه خدا انصافش دیت میکند، خیلی گفتم کودک مثل آدمی بزرگ عقل ندارد که تو بگویی نه این خود از خود به دلش میاندازد و میکند. تو باید او را مجبور کنی. در مسئله تعلیم پدر و مادر حق دارن مجبور کنن، اما تو درجه نه که کودک کاملا نفرت پیدا کند، نه تا اندازه که مثلا بعضی کودک ها هستن که خیلی پدر و مادر رو همه میدونن، تو مجبور نکردی هیچ کار نمیکنن. بعضیش هست که با یک کلمه گپت رو گوش میکند، بعضیش هست که دیگر با تهدید، بعضی دیگرش با یک هدیه. یعنی این رو پدر و مادر و کودک نگاه کرده. مسئله دیگری که خیلی همین سوال زیاد می آید، حتی کلان ها هم چیکار کنم زود قرآن حفظ کنم؟ عزیزان، از ما زود قرآن حفظ کردن طلب نشده است، از ما پایبند قرآن بودن، قرآن در زندگیمون بودن، با برکت قرآن بودن است. بگذار، من به شاگردها هم میگم بگذار در یک روز 2 قطار حفظ کنید، کودکتان 2 قطار حفظ کنند، اما همیشه با قرآن باشید. بگذار، یعنی نه که بهترین اسلوب های دانشگاه ازهر از کودکی همین است که از صنف 1 کودکان 2 پاره حفظ کرده میروند در بعضی مکتب هایش. و تا وقتی دانشگاه اگر 11 سال بخواند ببینید که الکی 2 پاره 22 می شود، 22-24 پاره رو حفظ میکند، یک کمی دیگرش میموند که آن را دیگر در دانشگاه تمام میکند و وقتی بالاتر میبراید و از دانشگاه با حفظ قرآن کاملا تخرج میکند یا که فارغ التحصیل میشود. یعنی فقط برای کودکان یک منهج باشد که پسرم بجز این که مکتب میروی میآیی بازی میکنی همین قدر رو حفظ میکنی، من گوش میکنم. اما اینکه خود مادران هوس قرآن قپیدن ندارن، خود مادران یکم تلفن رو به یک طرف مونده، معرکه رو یک طرف مونده، خرید رو یک طرف مونده، به تجوید و به آموزش قرآن دست نمیزنن. ما فقط راه میکویم که کجا برم. یعنی تا 100 500 600 نفر شاید باشن که گفته باشن به من که شما آیا مدرسه دارید، ما کودکمون رو پیش شما برده مانیم آنها تعلیم گیرن. شاید علم میگیرن اما تربیه رو چه خیلی گفتم پدر و مادر میدهن که از این مسئولیت گرفته نمیتوانیم که کودکم رو بردم به فلان حجره نزد فلان. خیلی که گفتم پدر و مادر تربیه که علل خصوص مادر میدهد یگان مربی داده نمیتواند. پدر و مادر چیزی که به کودک می آموزد یگان مربی داده نمیتواند. آره علم نداری، برای علم 1 ساعت و 2 ساعت الان الحمدلله اینترنت هست، از طریق اینترنت با کدام استاد میخواهید پیوست میشوید. از طریق اگر پیشش رفته نمیتوانیم و هجرت کرده نمیتوانیم 1 ساعت در نزدش می ایستید که کودکتون با استادها یعنی یافتن می شود اگر خواستید این گونه شرایط را. پس عزیزان در این مسئله برای حافظ شدن کودک رول اساسی، نقش اساسی، سببگار اساسی مادر است. پدر هم هست اما پدر از اینکه بیشتر به کار بیرون مشغول است، مادری که من خودم شخصا میشناسم، مادری که خودش همت دارد، خودش قرآن را دوست می‌دارد، خودش زن صالحه هست، خودش زندگیش راه و رویشش خالص به خاطر الله هست، محبت به کتاب الله دارد و فرزندانش هم همین گونه می شود. اما مادری که خودت حتی ختم قرآن نمی کنی، فقط در رمضان 1 بار دست به دست قرآن میگیری یا حتی عموما من ذهن کن دارم من خواندن نمیتوانم میگویی، اینقدر نباید از پی آرزوی هوسی حافظی شویم و عمر کودک را که امانت در دست ما هست 7 سال 8 سال 6 سالش رو گذرانیم بدن و ویلا کنیم که این حافظ شده اما چیزی دیگری یاد نگرفت. پس این مسئله خیلی مهم است. چیزی دیگر این است که عزیزان محبت قرآن در قلب کودک باشد. خیلی گفتم اگر وی کم کم حفظ کرده بیاید هم بعد از 1 سن سال خودش طلب میکند که من زودتر همش رو حفظ کنم. خیلی که من در کودکان این چیز رو دیدگی هستم، چه در کودکان خودم هم در بیرون هم. وقتی شما اینقدر او رو مجبورش نمی کنید، برعکس برای هر یک حفظش هدیه هست،
برایش تعریف هست، چیزی دیگر هست و در یک مدت خودش با هوس و با آرزو این کار رو میکند. برعکس اینکه با تهدید و با زدن و برده ماندن و چیزی دیگر میکنیم که خیلی گفتم حافظانی هستن که زود فراموش کردن یا عموما دیگر نمیتوانند که حتی درس بدهند. و مسئله که ما در نسبت حفظ قرآن در جامعه داریم، از نگاه از تجربه و از دیده های خود بنده و چگونه که گفتم یکی ببینید به سرگذشت علما که کدام علما این گونه کارهایی که ما مجبور میکنیم کودکان رو برای حفظ کرده بودند و همین گونه حافظ شده بودند. و این چونین یکی نگاه کنیم به پدر و مادرانی که عموما به این چیز اهمیت نمیدید. شما چه انتظارید و فرزندتون وقتی که شما یک سوره رو و باید در نماز بخوند یاد دادن نمیتوانید، از کجا میتوانید اینقدر برای تغییراتی نمیدونم جامعه و چیزی دیگر حرکت کنید وقتی برای کودک خونه 15 دقیقه که باور کنید 15 دقیقه فقط مادر یا پدر جدی کوشش کنند در یک روز یک آیت باشد هم کودک خواندنش روان می شود و دیگر کم کم به این چیز عادت می کند. اما برابر حفظ قرآن حتما نباید از جامعه عقب ماند. یعنی کودکانی که فقط حفظ کردند و فکرشون مثل همسین سالانشون نیست، اونها در جامعه هیچ کار کردن نمیتوانند، خیلی زیاد هستند. کودک برابر این دیگر پیشروی ها هم داشته باشد. چه خیلی گفتم دکتران یا طبیبان مشهوری رو میدیدید که در داخل مکتب در داخل دفترش یا دکترخانه در دستش قرآن است و وقتی بیکاری او تکرارش میکند، در اتوبوس ها قرآن تکرار میکند. در ما نه، یا باید کاملا حافظ قرآن شوی، ملا شوی، جای تو دسترخوان است و سله است و ریش است، یا نه کاملا شمیکستون به یگانش حتی به نماز کاملا بروی در یا دکتر باشی یا سر یگان کابینت یا کرسی بنشینی. که اگر اینها با هم آمیخته شوند، یک طبیب حافظ قرآن خدا ترس به چقدر نفر کمک میکند. یک کرسی نشین اگر از الله بترسد حق کسی رو نمیخورد، بالای کسی صدا بلند نمیکند، بالای کسی دست بالا نمیکند، پولی کسی رو حرام نمیخورد. برای همین عزیزان کودکان را طرز تربیت کنیم، هم قفا نمانند، هم از حفظ قرآن نمانند و هر دویش رو کرده میتوانیم. این چیز هر دویش کرده می شود در تمام تقریبا عائله هایی که بنده می شناسم. من این رو دیده بودم. متاسفانه من این رو باز هم به بالای مادرها میمانم که از بهیمتی گفتیم یا از تنبلی مادرها در ما نه. این به این چیز ما وقتمون نمیرسد و دستمون نمیرسد. گویان یا کودک را کلن از قرآن دور یا کودک را کلن از دنیا و از علم دنیوی دور میکنیم که این دو چیز را باید یک جا کرد. این بود صحبت امروزه من. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.